مثل مشرک و موحد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ای کسانی که ایمان آورده اید، الله را بسیار یاد کنید و او را صبح و شام تسبیح بگویید. بیننده گرامی، این فرموده الله متعال است. اما کسانی که با الله متعال شریکانی قرار میدهند سخنی دیگر دارند. بشنوید. خصوصا انت عند باب رحمة الله، عند امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لما بالرواية يسأل من الامام الصادق سلام الله عليه: يا ابن رسول الله ما هو ذكر الله؟ قال: ذكر الله هو علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. روايات في فضل امير المؤمنين بالالاف حقيقة عن رسول الله والائمة الطاهرين. ما به شیعیان میگوییم از آخوند فالی بپرسید این روایات در کدام کتاب از کتابهای شیعه وارد شده است. مشاهده نمودید که این آخوند رافضی اولا فرقی بین الله متعال و امام علی رضی الله عنه قائل نمی شود و ثانیاً به دروغ روایاتی به امام صادق رحمت الله علیه نسبت می دهد که ایشان مراد از ذکر الله، یاد الله متعال، امام علی رضی الله عنه را می دانست که این خود در تضاد و تصادم با آیات زیادی از قرآن کریم است. ما الله متعال را شکر گذاریم که به ما توفیق عنایت فرموده است تا قرآن پاک را تلاوت نماییم و در معانی آن دقت نماییم و باندیشیم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله متعال مثالی زده است: مردی را که برده شریکانی است که پیوسته درباره او به مشاجره و منازعه مشغولند و مردی را که تنها برای یک شخص است. آیا این دو برابر و یکسانند؟ ستایش تنها الله را سزاست، بلکه بیشتر آنان نمی‌دانند. قرآن کریم در قالب مثالی زیبا شرایط نامطلوب و مطلوب شرکگرایان و یکتاپرستان را آورده است و این مثال و نمونه ای از سرنوشت همه شرکگرایان در هر عصر و زمانه است. منظور از جمله رجلا فیه شرکاء این است که آن مرد خدایان رنگارنگی را برای خود ساخته و پرداخته و معبودهای گوناگونی را عبادت می کند و آن خدایان نیز با هم ناسازگار و ناهماهنگ و درباره آن برده و بنده خیش کشمکش دارند و او در میان آن خواسته ها و فرمانهای ضد و نقیض سرگردان است. مانند آخوندان و پیروان جاهلشان که 12 امام را مانند الله پرستش می نمایند و آنان را شریکان او تعالی قلمداد می کنند. الله متعال از آنچه شریک وی می سازید برتر است. آری، سرنوشت شرکگرایان و کسانی که به جای الله یکتا خدایان دروغین برگرفته اند و تن به پرستش های ذلتبار سپرده اند این گونه است. منظور این است که الله متعال را بر این نعمت بزرگ که بر ما لطف فرمود تا تنها او را بپرستیم و ایمانمان را بر او خالص گردانیم سپاس گذاریم، چرا که این نعمتی بس بزرگ است اما بیشتر مردم نمی‌دانند و به حقیقت این دلایل روشن و برهانهای آشکار پی نمیبرند و با الله شریکانی قرار می‌دهند.